روزی گذشته تخمیناً ساعت 19:40 بگاه در یکی از کارخانه‌های استحصالی شهر خوجند سوختار سر زد. سبب هوای نامساعد و به عمل آمدن رعد و برق می باشد. در این باره صبح امروز سنه 20 مای سردار قسم تابع 24 خدمات دولتی آتش نشانی عاید به محافظت شهر خوجند خورشید مزین‌زاده به ما اطلاع داد و تاکید کرد که بنابر سر وقت آگاه نمودن آتش نشانان پیش راهی پنجشوی سوختار گرفته شد. مساحت سوختار همگی 3 متر مربع را تشکیل داد که در نتیجه آن خوراک چارواهای خانگی قسما سوخته ضرر دیده است. ضرر سوختار ناقدر کلان باشه، یعنی 8 عدد اون پرسوی جانبی سوختار مساحت 3 متر کوادراتی با خریده شده. سبب رسیدن حادثه رعد و برق می باشد که میشه اون روز بسیار بخار گرفته شده در روز یمنوت و سالی راستو رعد و برق سبب است. بعد وارد شدن زنگ تلفنی به قسم نوبتداری خدمات دولتی آتش نشانی و جای حادثه یک نقلیات آتش نشانی و یک گروه کاری که عبارت از 8 نفر بود حاضر شد. هرچند مساحت سوختار کم بود اما وزش شمال با خاموش کردن علنگی آتش مانع ایجاد کرد. نوبسته به این آتش نشانان در یک فرصت کوتاه آتش را خاموش کردند و در نتیجه خسارات یا خود تلفات جانی به قید گرفته نشد. وزش شمالی سخت بارشات باران و رعد و برق شب گذشته در اکثر منطقه‌های ساحلی راست شهر خوجند به مشاهده رسید. در همین حال از اگنتی آب و هواشناسی و مرکز آب و هواسنجی ولایت سوخت طریق صحبتی تلفنی به ما اطلاع دادند که بگاهی روز گذشته حادثه رعد و برق در اکثر ناحیه‌های نزدیکی ولایت به قید گرفته شده است. بنا به اطلاع آب و هواشناسان هوای نامساعد و به عمل آمدن رعد و برق باز 2 روز دیگر یعنی تا سنه 22 می ادامه می‌کند. در شهر خوجند باشد روز 21 مای هوای تغییر یابنده احتمالاً بارشات نسبتاً سست پیشگویی می شود. اما از سمت غرب با سرعت 4 می‌وزد. حرارت هوا شبانه 16-18 گرادوس گرمی را نشان می‌دهد و روزانه باشد 28-30 گرادوس گرمی را نشان می‌دهد. روزهای 22 در ولایت سوخت هوای ابرناک باران کوتاه مدت باریده در بعضی وقتها رعد و برق به عمل می‌آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4 می‌وزد. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 13-18 گرادوس گرم، روزانه 18-32-23 گرادوس گرمی را تشکیل می‌دهد. در ناحیه‌های دامنه‌کار باشد شبانه 10-15 گرادوس گرمی را، روزانه باشد 12-17 گرادوس گرمی را تشکیل می‌دهد. در ناحیه‌های کوهی باشد شبانه 2-7 گرادوس گرمی، روزانه 10-15 گرادوس را گرمی را تشکیل می‌دهد. روز 22 مای در خود شهر خوجند هوای ابرناک باران کوتاه مدت می‌بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 4 متر می‌وزد. حرارت هوا شبانه در شهر خوجند 12-14 متر گرمی را تشکیل می‌دهد، روزانه باشد 18-20 گرادوس گرمی را تشکیل می‌دهد که این از سبب روز 22 هم حرارت هوا پس می‌رود و هم مقدار بارشات زیاد می‌شود. در بعضی ناحیه‌های ولایت، در بعضی ناحیه‌های دامنه‌کار، کوهی، وادی‌ای رعد و برق و آمدن سیل پیشگویی می‌شود. اطلاع داده شد که دوامی 2 روز یعنی سنه‌های 21 و 22 مای در بعضی ناحیه‌های علاهده کوهی باران کوتاه مدت باریده رعد و برق به عمل می‌آید. شمال از سمت شرق با سرعت 4 متر در یک ثانیه می‌وزد. همچنین در وادی‌ها و ناحیه‌های کوهی ولایت خوف فرآمدن سیل نیز پیشگویی کرده می‌شود. بنابراین اگنتی ساکنان را آگاه می‌کند که در این روزها از کارهای صحرایی و چرانیدن چاروا خودداری کنند. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.